بیشتر از 25 سال پیش یادم میاد روزایی که این چیزا هنوز مد نبود. میرفتم منیریه، اسممو میدادم روی لباسم، روی ساکم مینوشتم، چون به نظرم فایترها هر جا میرن باید هویتشون همراهشون باشه. وقتی هم که باشگاهم راه افتاد هویت پررنگ‌تر شد با این اسم، پرشین گلادیاتور کلاب. اسم قدیم رینگمه، باشگاهی که فقط یه سالن تمرین نیست، یه میدون نبرد ایرانیه با مرامای خودمون. چون همیشه به برندینگم اهمیت میدم، همون اسم و همون هویت رفت روی تیشرت ها و گرمکن ها و لباس های باشگاه، شد زره یک گلادیاتور، پرشین گلادیاتور کلاب، همون اسم قدیمی که به زمان باهاش بازی میکردم، فایت میکردم، پرشین گلادیاتور کلاب.